بهتون داده بودم، دیروز من یه ویدیویی گذاشتم و گفتم توش بزای هر لایک 2 تا TNT و بزای هر سابسکرایب 8 تا TNT که از اون ویدیو به دست بیاد ما میذاریم و باهاش 100 تا کریپر رو میکشیم. ولی به خاطر اینکه کلا 3 تا لایک و یه دونه سابسکرایب بود و جمعا میشد 14 تا TNT، گفتیم که خیلی تعدادش کمه، خودم 10 تا روش گذاشتم شد 24 تا TNT. بریم ببینیم با این 24 تا آیا همه کریپرها میمیرن یا که خیر. بریم ببینیم. خب از اول تا آخر فیلینگ میزنم. 3 اسلوی نیاد تو 3 2 1 وای تعداد همونطور که میبینید همه کریپرها مردن. دون چقدر گانپاودر میده؟ حالا من خیلی برم سوال شد. این همه کریپر که مرد 100 تا کیلو، البته همشون به خاطر TNT از بین رفت به جز همین یه دونه گانپاودر. و دیدیم که با 20 تا TNT با 24 تا TNT به شکل راحت میتونید تمام کریپرها رو بکشید. امیدوارم که از این ویدیو خوش اومده باشه. لایک و کامنت و دنبال کردن یاد نره تا ویدیوهای دیگه. خدا